داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان بازگشت عیسی به آسمان. اما رویش که عیسی زندگ بودد 2 نفر شاگردند که به دیگه شهری تها شدند به راه تها در مورد آن چیزی که به عیسی پیش یاتد خبرش داد. آوان امیدوارتند که همه مسیح موعود بید، اما هنون کشته بوده. هنون هم جنین زاگ گوشتش که عیسی زندگ بوده. آوان نزانتش که به چی و ایمانش یاورده و چه چیزی را باور کنند. آوان در تعجبتند که عیسی واقعا مسیح است. عیسی به آوان نزدیک و گراوان همراه بود، اما آوان آیه درستش نکرد. عیسی آوان پرسید درباره چه چیزی خبر دید. آوان به عیسی گوشتش درباره عجیب اتفاقا که چند که رویش پیش پا عیسی کبتت خبر دیدن. آوان فکر کردش که غریبند که شه ماجرا و که به اورشلیم تها کبته هیچی نوشکته. و بعد عیسی به آوان توضیح داد که خدای کلام راجع به مسیح چه گوشته. بهشان یادآوری کرد که پیامبران گوشتگند که مسیح زجر کشید و کشته گبید، اما به روز سوم تها زنده گبید. وقتی آوان به شهر نزدیک رستند تقریبا شب بودد. 2 مردین زاگ عیسی دعوتش کرد که شب را آده گراوان مانید و هم قبول کرد. وقتی پشامه سر سفره نشتند عیسی نانا زرد و شکرگزاری کرد و به هر کجام شاوان 1 تکه داد. ناگهان آوانی چند پاچ بودند و آوان بلافاصله آیه را درستش کرد، ولی همه لحظه و عیسی شاوانی نظر ناپدید بود. دوکین به وتی همدیگر گوشتش عیسیت و همه شمشم دل لرزید و به هیجان یاتن وقتی که کتاب آسمانی مطالب انا پما شرح داد. و بعد بلافاصله به اورشلیم برگشتند و هنگامی که رستند به شاگردان گوشتش عیسی زندگیند، اما آیه را دیستگند. در همان لحظه که سرگرم خبرتند ناگهان عیسی به راوانی وسط گوش داد و به راوان سلام کرد. شاگردان تصورش کرد که روح گندند، اما عیسی گوشت پچه وحشت کرده و شک دارید. ببینید دست و پادن سل کردید، روح بدنی مثل من ندارید. پریشه که به راوان نشان داد که روح نیست. شاوان لوتید که برای چیزی بدهند. آوان کم پکتگ ماهی برایش داد و عیسی شایی ورد. عیسی گوشت من به شما گوشتتون که هرچی به خدای کلام تعایند باید عملی بید. آنگاه آوانی ذهنا پاش کرد تا گرد خدای کلام پیشگویی درک کنند. گوشت شدوریان زمانن به انبیا و کتاب تها نوشتد که مسیح موعود باید رنج و زحمت گندید و بوتی جانا فدا کند. 3 روزا زنده گبید. آوان 1 کار اورشلیم شروع کنند و بعد به همه جا و همه کس رسینند. شما یه امور شاهد هستو. در کلام مقدس تها هم رگ نوشته که منی شاگرد اعلان نکنند که گرد مردم باید توبه کنند تا رستگاری و وتی گناهانی آمرزش ودی کنند. عیسی بعد شوتی زنده بودن به مدت 40 روزا واسرا بارها به وتی شاگردان به صورت زنده نشان داد. واسرا به بیش از 500 نفر را نشان داد به طریق مختلف. بریشان ثابت کرد که واقعا زنده بوده. به یه زمان تها در مورد خدای ملکوت به راوان تعلیم داد. عیسی به شاگردان فرمایش کرد تمام اختیارات زمین و آسمان به من داده بوده. بنابراین برید گرد کومان را شاگرد کنید و ایشان را به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید و بریشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادگان اطاعت کنید و به یاد داشته بید که من همیشه و همه جا با شما هستم. 40 روز بعد شایی که عیسی شمردگان برخواستد به وتی شاگردان یه فرمایش کرد به اورشلیم تها مانید تا نیپس قدرتش آسمان به شما بدند، آنگاه که روح القدس بر شما وکد. بعد شایی عیسی در مقابل آوانی چمه دیما به آسمان شد و به ابری تها ناپدید بود. عیسی به خدای دست راست نشته و گرد چیزانی حاکم است. داستانی برگرفته از کتاب مقدس انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20، انجیل مرقس فصل 16 آیات 12 تا 20، انجیل لوقا فصل 24 آیات 13 تا 53،
انجیل یوحنا فصل 20 آیات 19 تا 23. کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیات 1 تا 11.